از نیمه سالهای 60 ادبیات ما را جستجوهای نوی استتیکی، روحیه خودآگاهی، تلقین حافظه تاریخی خلق، خصوصا ارزش‌های معنوی سرتاپا فرا گرفت. با ادبیات روح نو دمید. در این میان لازم می‌دانم خدمت‌های پرارزش شادروان لایق شیروی را در تلقین شجاعت ادبی، روح ملی و وطنداری، ستایش مادر و زبان مادری، احیای بسیار سنت‌های شعر عالمگیر ما با سپاس و احترام خاص یادآور شد. من از خداوند متعال بسیار سپاسگزارم که در بسیار موردها، خصوصا در موردهایی که مراسم یا معرکه راهگشایی می شود، جناب پرزیدنت ما را همراه می گیرند تا که در راهگشایی های این دست ما شاهد باشیم و در تاریخ را ثبت کنیم. این شاهراه ما از عصر 20 به عصر 21 است با نام امام رحمان. آید از شعر و سخن بوی وطن، بینم از روی سخن روی وطن. هر که نیرومند باشد در هنر، تکیه دارد گر به نیروی وطن. شاعری اصلی وطنداری بود، نه سخن بافی و موضوع وطن. شاعری آن است که با سوق شعر بی وطن را آورد سوی وطن. شعر از مهر وطن سر میزند، در فضای جاویدان پر میزند. با فلک پیما به کیهان می پرد، سکه بر ماه و به اختر میزند. مثل عینی بحر مردم خیش را، گه به زندان گه به منبر میزند. مثل ترسون زاده با پیغام صلح، قطعه قطعه حلقه بر در میزند. قصد شاعر از سخن آدمگری است، بی خودی هایش همه شوراوری است. گیتی را خورشید اگر روشن کند، سینه ها را کار شعر و شاعری است. در غم دنیا دل خود می خورد، در جهان تا جبر و ظلم و بربری است. الغرض با یک سری شوریده‌اش، با تمام خلق عالم همسری است. کیست میگوید که ما یک بیغمیم؟ کیست میگوید که ما یک بیغمیم؟ ما در این دنیا فدای آدمیم. خون انسان هر کجا جاری شود، ما چو دریای بهاران میدمیم. شاعران خوب اندر زیر خاک، مرده و زنده اگرچه ما کمیم. تا بود عالم به راه انقلاب، عسکران انقلاب عالمیم. ما هم از مردان مهنت زاده ایم، سینه بر امر وطن بگشاده ایم. بهر جبران همه قرض زمان، جمله در پاس زمان استاده ایم. گر همه دارایی ما یک دل است، دل بر روی دست دوران داده ایم. هم به عزم و هم به نظم و هم به رزم، پیروی عینی و ترسون زاده ایم. استاد لایق را از نهاد چکامه‌هایش می جوییم. او می آید و با انگاره هایی که مژده از روز سفید می دهند و به خانه چشم و خانه دل نور و ضیا می بخشند، سفینه او ریزه‌باران را می ماند که خاک وطن از فیض آن گلبیز و گلریز است. از نکهت گلباغ ایجادیات او که همگان با صمیمیت استقبال می نمایند، مردی راه نیز به الهام می آید و او مفتون ضیا و تراوت جاویدانه آفتابباران گردیده، پیش از تقدیم جام خیام پیام نوشباد را می گوید. ترانه شکرانه این مرز و بوم را زمزمه می نماید. دریای ایجادیات ماندگار استاد لایق به جاویدانه سرسبز ماندن مزرعه عشق و امید دوستداران کلام موزون باعث می گردد. شاعر با من و دریا گفتن خواننده را به ساحل ها می خواند. ساقینامه امروزین را با همان صدای مرغله‌دار قرائت می کند و فریاد می زند، ولی فریادی بی فریاد رس. گویا این شهباز عالم شعر آرزو و آرمان دل خود را، دیوان دل و دیوان پیری خود را که آینه اول و آخری عشق می باشند، با هزاران یایش در ورق سنگ می نگارد.
و همزمان خطاب می کند که سر سبز ما به دست و دعای مادران وابسته است. استاد لایق با ذوق تازه‌گویی و تازه‌جویی با بازیافت‌های نوی ایجادی رو به عالم شعر آورد. استاد لایق با سبک و اسلوب خاص لایقانه شعر گفت. لایقانه آرزو و آرمان دل خود را ابراز داشت. بی‌شبهه شعر او صدای زندگی است. از این رو در دل و دیده مردم معوا گرفت. برای شعر را با مردم و مردم را با شعر قرین نمودن نقش استاد لایق خیلی بزرگ است. امروز نیز مردم با صمیمیت خاصه از شعرهای این شاعری باریکبین استقبال می نمایند. این همه پروازها از فیض ارشاد من است. این همه آغازها از خاک بنیاد من است. این همه آزادی و آزادگی مرد و زن یک تلاشی حق گزاری روح آزادی من است. من بسا در خویشتن شوریده پس وارسته‌ام، رعد و برق آسمان یک شعله فریادی من است. من بسا در آستانم آسمان بگشاده‌ام، آسمان یک صفحه از دیوان ایجادی من است. گر خدا در آفرینش ماند عاجزتر ز من، این همه از گوهری طبع خدادادی من است. می رود از خون من بر دهر موجی انقلاب، انقلاب جاودان هم خون و همزادی من است. این جهان خود نیست جمع چار عنصر ازل، این جهان یادی من و یادی من و یادی من است.